مالیات شطوریه که دم در خونه هممون میخوابه. برای اینکه مالیات کمتری بدی حتما تا آخر ویدیو همراه هم باش تا چند تا نکته کاربردی بگم. یکی اینکه فاکتور رسمی بگیر، از قبض پارکینگ تا پول صبحونه کارکنات و غیره، چون مالیات به درآمدت منهای هزینه ها تعلق میگیره. دو اینکه هزینه استهلاکات رو هم حتما جزو هزینه‌ات بیار، مثل میز و صندلی تا کامپیوتر و ابزارالات و ماشینالات خط تولیدت. سه اینکه شریک بگیر، البته نه هر شریک، یکی از معتمدها یا اعضای خانوادت رو شریک خودت کن تا درآمد و سودت حداقل روی کاغذ کمتر به نظر بیاد و چون مالیات پله‌ای حساب میشه، مالیات تو درآمدهای چند پله پایینتر قطعاً کمتر میشه. 4. برای شروع کارهای کارگاهی اگه میتونی یه گوشه از خونت رو تبدیل به محل کارت کن. با این کار میتونی هزینه‌های قبوز خونت هم به عنوان هزینه کارت ثبت کنی و مالیات کمتری بدی. و در آخر اظهارنامه مالیاتی تو به موقع تکمیل کن. اشخاص حقیقی تا آخر خرداد هر سال و اشخاص حقوقی تا آخر تیر مهلت ارائه اظهارنامه دارن. اگه به موقع ارائه ندی 30% مالیات محاسبه شده رو باید به عنوان جریمه پرداخت کنی و غیر قابل بخشش هم هست. به عنوان نکته پایانی، تمامی مشاغل اهم از کشاورزی، دامپروری، پرورش ماهی، زنبورداری، پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، احیای مراتع و جنگل‌ها، باغات اشجار از هر نوع و نخیلات از مالیات معافن. در آخر حتما به تغییرات قوانین هم توجه کن، چون ممکنه شب بخوابی و صبح پاشی ببینی همه چی عوض شده و اگه در جریان این تغییرات نباشی ممکنه آخر سال از مالیاتی که میدی تعجب کنی. امیدوارم موفق و پرسود باشی. مخلص.